هفته خبر تو خبر داره براتون از چتفنگ عظما در باتلاق برجام و کج کردنش با کوسه و شیخ فری و جماعت جام زهری. بعدم ادعا کرد که اصلا بحرانی در کار نیست و اون که دچار بحران آمریکاست. طرف دروغگوست، فریبگر است، بدعهد است، خنجر از پشت بزن است. در همون حالی که داره با یک دست میده، با دست دیگه به قول خودشون یک مشت سنگی در دستشه که بزنه تو سر طرف مقابل. طرف اینجور آدمیه. این اولا. ثانیاً آمریکا میخواد مشکلات ملت ایران رو حل کنه. خود آمریکا دچار بحرانه. اینو چرا نمیگن؟ بعدم تیویریش رو پر کردن از جنگولک بازی جوجه بسیجی ها برای مالوندن برجام و دراز کردن شیخ فری. این خصم بر فرجام را خواهی شناسی ذات او اکنون ببین برجام را. نامش ردیف ننگ شد قامتی در جنگ شد پر شد جهان از مکرم تا مظهر نیرنگ شد. یکی نیست بگه عظما این تاپ سواری ها کلن به قیافت نمیخوره، بدتر خودت رو ضایع میکنی. چی بگم که خیلی تنها میدونی یاری ندارم. چی بگم که غیر غصه دیگه دلداری ندارم. چی بگم که خیلی تنها میدونی یاری ندارم. چی بگم که غیر غصه. بله، از اونجایی که زهر زده رگ و پی عظما رو پیچونده به هم و جسم ناقصش رو اساسی علیل کرده، این روزه ها و این عداوتوارا به جایی نمیرسه و یه دفعه بوی زهر از دهن مشاور عظما میزنه بیرون. الان با توجه به اتفاقاتی که پس از برجام افتاده و حالا بدعهدی هایی که آمریکا انجام داده، باز هم از برجام آیا دفاع میکنین؟ ببینید، ما حتما باید مذاکره میکردیم. این تصمیم نظام بود. تصمیم ما همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن اهل مذاکره ایم و مذاکره با جواز نظام انجام شد. منتها مذاکره‌ای که باید همونطور که مقام معظم رهبری ترسیم کردن انجام میشد. خب نظام طرفدار این بود که مذاکره انجام بشه، چه در دولت قبلی چه در این دولت، و از اون زمان و اگر این مذاکرات انجام نمیشد گزینه دیگر جنگ بود. پس باید مذاکره انجام میشد. تازه خب این ولایتی مشاور عظماست، به جای اینکه به ولی امرش سواری بده با یه لگد چپش کرد. شیخ فری هم که خوب میدونه کرک و پر عظما ریخته و با این هارت و پورتا ماست رو هم نمیتونه ببره، ساز خودش رو کوک میکنه و از هر فرصتی برای کوبوندن باند خامنه و ته‌بندی انتخاباتی استفاده میکنه. اگر خود اصحاب رسانه امنیت نداشته باشند و دلنگران امنیت خود و راه خود و شغل خود و کار خود و خط خود و قلم خود باشند، چگونه میتوانند امنیت را بیافرینند؟ قلم شکسته و دهان بسته از او کاری ساخته نیست. همونطور که شما در یکی از نمایشگاهاتون گفتید با صدای بلند آزادی مسئولانه، بگذاریم آزادی مسئولانه باشه. البته این بکشا همش سر لاف ملاس و گرفتن سهم بیشتری از قدرت، اونم دمدمای نمایش انتخابات. این پاسدار قاسمی هم حسابی آمپر چسبونده و آب و روغن قاطی کرده. این که وضعیتش اینه، شما دیگه ته خط بسیجی ها رو بخونید.
در 9 دی بعد از اون 8 ماه فتنه که قربون آقامون برم در هر دو سخنرانی حداقل یه بار به فتنه اشاره میکنه، به خاطر اینکه معلومه خیلی داستان سختی گذشت. به قولی حضرت آقای نامردها ما رو تا لب پرتگاه بردن. تو هر دو سخنرانی هم آخریش مال دیشب بوده در دیدار با ائمه جون. باز 2 مرتبه آقا گیر داده به فتنه‌گران. کدوم فتنه‌گران؟ همونایی که نماینده هاشون توی مجلس 2 مرتبه آزاد باید گردد، اصلاح باید. والله قسم توی این 3 سال دوره نحس و نکبت باره. پسا برجام هیچ مقطعی از زندگیم اینقدر نکبت بار نبود. منظورش از مقطع نکبت بار مواجه شدن با یه چنین صحنه هاییه. ببینید این شاگرد اکبر کوسه برای لگد نکردن پرچم آمریکا چه آکروبات بازی میکنه. این همون آمریکاییه که امامشون میخواست بذاردش زیر پا. میخواید من بگم که یه چیزا مونده نقش این استاد دانشگاه برای نظام ولایت مثل این برف پاکن میمونه، یعنی اصلا کلا داره برعکس میزنه. این یکی هم شغلش جلوگیری از ورود جام زهر حقوق بشر به حلقوم عظما بود. ظاهرا فهمیده که کار از کار گذشته و مسیر سرپایینیه، به خاطر همینم راهی جز این لنگ و لگد انداختن ها براش باقی نمونده. اونها گفتن ما در تهران میخوایم یه دفتر بزنیم، حالا مسائل تجاری اینا ما کار بیش نداریم، در این دفتر ما بیایم NGO ها، مدافعان حقوق بشر و امثال اینها رو بتونیم باشون ارتباط نزدیک بگیریم و از نزدیک ببینیم که ایران تعهدات حقوق بشرش رو انجام میده یا نه. باید اطمینان بدیم که در اجازه تأسیس یه همچین لانه فسادی رو در تهران به کسی نخواهد داد. این هم یه نمونه از محصولات فرهنگی نظام برای مقابله با تهاجم فرهنگی. یعنی این بار جنگ بشه میخوان با نوحه رپ بسیجی ها رو بفرستن جبهه. پس میکروفون پاس بده طرفم، تو که پشتیبانی کنم از وطنم، شلیک کنم سمت هدفم، کلمات و قسم به شرفم، واسه اعتزاز پرچم وطنم من جون بدم بمیرم و پر بشم. 8 سال دفاع با خون جگر، پدر و پسر تفنگ به دست، بچه های کوچک بلند هدف برای دفاع شدن تلف، حالا منم میزنم قلم برنگ. بهتر این طرف کلن موسیقی رو بذاره کنار، چون هیچ بعید نیست اگه ادامه بده به چنین سرنوشتی دچار بشه. آخوند پهنیانم تلمبه زهوار در رفته رو دستش گرفته تا باش بادکنک ترکیده به نام خمینی رو دوباره باد کنه و بده دست بسیجی ها. حالا بعضیا میگفتن حضرت امام ارتباط دارن با آقای امام زمان علیه السلام، شاید از ایشون مطلبی دریافت کردن. آموزش عملی خودگریوندن همراه با یه پکیج کمک آموزشی توسط حاج آقا آبقورگیر. حداقل هیئت گریه کنندگان رو بگیر، دستتو به چشمت بگذار، به پیشانیت بگذار، یه ذره با این دستت به پاد بزن، یه ذره به سینت بزن، یه ذره به صورتت بزن، یه ذره کاری کن، حتی الکی گریه کن. این مجاز یه روز به عنایت خدا واقعیت خواهد شد. فرمود انقدر من دوست دارم اشک شما رو که اگه الکی هم گریه کنی من خدا باور میکنم بهت مزد میدم. لا اله الا الله. حالا یه مکالمه بسیار مهم و تاثیرگذار با یه مجری تازه به دوران رسیده تیویریش. قضاوت باشه بر عهده خودتون. چرا اینقدر لوسین؟ راستش اینه که من لوس مامانم هم دیگه.
و این هم یک فقره اعتراف به وضعیت درب و داغون تیوی ریش از زبون آخوندی که خودش جزء مغضوبینه و دیگه بهش آنتن نمیدن. خب الان تلویزیون ما مثلا حدود 40 ساله یک 24 ساعت نیست که مثلا یه روحانی رو نشون نده، یه طلبه رو نشون نده. خب اینجور باشه باید مردم همه کشت و مرده روحانیت باشن. چرا رسانه‌ای که رسانه ملی اسمش ملیه دیگه ولی خود رئیس جمهوری وقت فرمود رسانه ملی، چرا باید رئیس جمهور یه مملکت خود رئیس جمهوری که به رسانه یه مملکت بگه ملی؟ این دیگه از فوش خارمادر بدتره. در پایان توجه شما رو به یه دابسمش جالب جلب می‌کنیم که نشون دهنده میزان تاثیرگذاری نوع‌های دفاع مقنپس روی جواناست. تو زنگر نجسته بودی یکی از برادرها جعبه یا بود دوزاز وزد زنگر همه موقع چی میتونه باشه؟ یه مقدر جعبه رو جلوته دیده براره حالا ادار یاره گلونه